یه عینک ریبن خیلی قدیمی داریم، شاید تو مایه‌های عتیقه باشه که دستش شکسته. اولین فکری که میاد تو سرمون اینه که خب اینو به این جوش بدیم. اگه ما بخوایم اینو به این جوش بدیم 2 تا اشکال پیش میاد. ماده جوش دهندمون، فیلرمون یا همون نقره، یه دستشو میندازه به این، یه دستشو میندازه به این، کنار هم نگهشون میداره. اینجا محل پرتنشیه، هی خم میشه، فایده نداره این جوش. دومین اشکال اینه که وقتی جوش بدیم این فلز نرم میشه، با کوچکترین اشاره عینک از تنظیم خودش خارج میشه. پس چاره چیه؟ چاره اینه که من براش ادامه اینو با برنج بسازم، ماشین کاری کنم، سوراخ کاری کنم تا هم یه جوش خیلی قوی داشته باشیم، هم بر اثر تراشکاری و چکشکاری که میکنم استحکام لبمون خیلی قوی بشه. بریم بسازیمش. باشه ابزارم. برنج رو خورد میکنیم که راحت تر ذوب بشه. یه ذره روش تنه کار میریزیم که بشه ذوبش کم. عجب آتیشیه. یه کوچولو دیگه تنه کار بهش میزنیم، سر اینو داغ میکنیم، آماده است. الان یه جوش خیلی قوی به بدنه خورده و با چکشکاری و ماشینکاری که میکنیم باعث میشه که به استحکام خیلی بالایی برسه. این دسته رو باز کردم که الگو بگیرم اینو از روش بسازم. که ریبونه ازرام هرچی دارم مال تو، نفسم تویی تو دختر، همه دردات مال ما، میخرم سال دیگه